دو بار شد می نویسم در سوالم جواب نمیگیرم. من در غریب در یک فیرم کار میکنم. شیفمون بیاید جنگ یا حقارت کنه، برگدیرمون میگد بابای ایشان اومد دعا و فاتحه کرد رفت. گناهکار نمیشود به همین گپش. همین سوال بسیار دادند واقعا. یعنی یک راهبری روس یک کافر می آمده است، مسلمان های حقارت میکنه در جای کار، میرود بعد برگدیری تاجیک میگد که بابای ایشان اومد دعای فاتحه داد رفت. این گناهکار میشه. این اولش اینکه بابای ایشان نیست، دومش اینکه حقارت او رو به دعا که عبادت است. الدعاء هو العباده. دعا عبادت است. به دعا تشبیه کردن این خطری عظیم دارد. میدانیم که مقصد غالبا برای خنداندن دیگرها میگوید، لیکن عمل نادرست است، گناه کبیره است، احتمال کافر شدنش است. به این گپ نگویید این شوخی های در دین رو در شوخی ها آمیخته نکنید. شوخی هم کردید شوخی با راست باشه. شوخی هم اگر به شوخی های پیامبر صلی الله علیه و سلم تأمل کنیم، با نظر عبرت نگاه کنیم، شوخی های پیامبر صلی الله علیه و سلم با کودکان، با زنها، با شخصان ضعیف شوخی میکردند به خاطر قلب آنها را گرم کردن، تسلیه دادن. اما هیچگاه با حضرت ابوبکر یا با حضرت عمر شوخی نکردند. اگرچه حضرت عمر 13 سال از پیامبر صلی الله علیه و سلم خرد بودند، حضرت ابوبکر 2 سال خرد بودند، لیکن اینها شخصیت های بزرگ بودند، با اینها شوخی نکردند.